حضرت رسول اکرم یک دختر داشتند، دیگرانشان وفات کرده بود، چی زینب و چی کلثوم و چی رقیه. فاطمه نور چشم آخر مونده بود و خلاص، دیگر نه پسراشان بود و نه دختراشان. فاطمه را خیلی دوست می داشتن، آنقدر دوست می داشتن که هر بار فاطمه برای زیارت به خانه پیغمبر خدا می آمد، شرفه پای فاطمه را می شنید، از جاش می خیست، پیشواز فاطمه می برآمد، او را می قپید، دستاش از پیشانیش رو رخسارهاش بوسه می کرد، می آورد در جای خودش می شناخت. مگر کدام پدر دخترش این تو دوست دارد؟ کدام ما و شما نسبت به دخترمان اینقدر مهربانه؟ البته الحمدلله هستیم، لیکن به این حد، به این آداب هیچ کدام ما نمیرسید. بینه برای خاطر فاطمه که او همون وقت 20 و 21 و 22 بود، پیغمبر میخیست، پیشواز میبرآمد، او را بوسه میکرد. بنابرای بوسه کردن فرزند عزیزان من این از رحم است. ولی بعضی کتاب ها در بوسه کردن فرزند نهی کردن، این خطا هست. ان همین دختر نور چشم فاطمه سلام الله علیها، این دختر ایرکشان بود گویم، مثل دخترای امروز حاکم ها در حساب بانکیش $1,000,000 پول داشت، مثل دخترای حاکمای امروزه بارین پرزیدنتا بارین سمالیات مخصوص رو میگردانید. دموکرات های عالم، پادشاه های عالم وقتی که حکومت به دستشان بیاد، اول اسباب راحت برای فرزنداشان آماده میکنند. اما این میدانه احتمال به تفصیل نیست. بگوید حضرت فاطمه رو پیغمبر خدا آنقدر دوست می داشتن که حضرت علی رضی الله تعالی عنه خریدار دختری ابوجهل شد. ابوجهل یک دختری داشت، شاید عیال خوشرو بود است، شاید کسی از خویشاوندانش او را به علی پیشکش کردند. حضرت علی جوان که بود خواست که دختری ابوجهل بالای حضرت فاطمه سلام الله علیها بگیرد. البته این بعد از مدینه آمدنشان، بعد از بین رفتن ابوجهل شد دیگه از این کار. حضرت فاطمه سلام الله علیها این خبر فهمیدند، پیش پدرشان رفتند، گفتند پدر بزرگوار، مردم میگویند تو پشتی دخترت نمیگیری، مردم میگویند محمد نسبت به فرزنداش بی‌پرواست. اکنون شنیدم علی بالای من زنگیر شده است، باز هم کی را؟ دختری دشمن خدا را، دشمن شما را، ابوجهل. حضرت فاطمه پیش پدر بزرگوار شانده گیله کردند. یا الله، رسول اکرم این خبر چو دیدن؟ وقتی که آب دیدی فاطمه رو دیدن. البته فاطمه وقیاش بود، 21 22 بود. بالای منبر برآمدن، مردم جمع شده بود، اصحاب گفتند من شنیدم که فرزندان ابوجهل قبیله هشام ابن مغیره دختری خودشان به علی پیشکش کردیان و علی را دوماد کردن میخواهند. اگر این راست باشد، من همچون پدر فاطمه را دوست می‌دارم و هر چیزی که فاطمه را آزار می‌دهد من آزار می‌دهد و هر چیزی که فاطمه را غمگین می‌سازد من غمگین می‌سازد. والله لا آذنو، والله لا آذنو، والله لا آذنو. قسم به خدا که من این اجازت نمی‌دهم، من این اجازت نمی‌دهم. اگر علی خریدار دختری ابوجهل است، دختری من فاطمه را آزاد کند، سر بیاد طلاق کند، بعد از آن را دختری ابوجهل بگیرند. والله گفت دختری پیغمبر خدا با دختری دشمن خدا در یک جا جمع نمی‌شود. ببینید چگونه رسول اکرم دخترشان دوست می‌داشتند.
یا الله، این حدیث بخاری است. ان همین فاطمه زیبا خود خمیر میکرد خانه علی در، خود با آسیا بی دستی آرد میکرد، خود آب میکشید، خود خانه میروفت، دستاش از آسیاب کردن گاه آبله میکرد، خانه میروفت، چنگ و غبار لباساش چرکین میکرد. حضرت علی دل سوخت، گفت که فاطمه جان من بیا پیش پیغمبر رویم، کنیزه که غلام بسیار اسیر آمده است، یکی از کمپیرکای کنیزه کارا و ما تیاد آخر تو رو در زندگی یاردم کنند. یک کنیزه که پیر، یک کمپیر 50-60 ساله رو تیاد از مال غنیمت خانه ما لااقل حوضی روید، لااقل از بیرون آب بیارد، علاب کند تا اینکه از امین کارهای وزنی زندگی تو خلاص شوی. حالا ما هر کدام برای دختران خدمتگار داریم، اما این پیغمبر زیبا فاطمه وقتی که قطع علی رفتن پرسید که جانی من برای چی آمدی؟ حضرت فاطمه از حیا در حضور پیغمبر بزرگوار گپ زده نتانست. علی این عرض رسول اکرم به پیغمبر، این عرض فاطمه را به پیغمبر گفتند، اما پیغمبر خدا رو ببینید ناراحت شدن. گفتن فاطمه جان من، تو 5 وقت نماز تخوان، تو عبادت پروردگار تگو، برای خاطر خاندان تو بچه هاش خودت کار کن، خودت آب بیار. وقتی که نماز میخوانی بعد از نماز داخل کرپه میشوی 33 بار سبحان الله گو، 33 بار الحمدلله گو، 33 بار الله اکبر گو. این برای تو بهتر است هزارها بار از او خدمتگاری که من برای تو تیار. فاطمه دختری من باشی تو خودت کار کن. ببینه بنابرای حضرت علامه اقبال میگن آن ادب پروردی صبر و رضا، آسیا گردان لبش قرآن سرا. فاطمه به دستش آرد میکرد، آسیا بسنگیت دید، با زبانش قرآن تلاوت میکرد، با چشمان زیبای شهلاش اشک میریخت. اما خدمتگار پیغمبر براش اجازت نداد، زیرا اکثر اصحاب پیغمبر خدمتگار در خانه‌شان نداشتند. بار رسول اکرم خانه آمدن، این سالهای آخری حیات رسول خدا بود. فاطمه پیشواز چنبر آمد، حضرت دیدن دست فاطمه ده یک گردنبند طلایی، گردنبند طلایی دست فاطمه زیبا. گفتن فاطمه این چی است؟ گفتن پدر بزرگوار این شوهرم علی پدر حسن برای من تحفه کرده، شاید بعد تولد حضرت امام حسن بود یا حسین، همین برای من تحفه کرده. گفتن حضرت ناراحت شدن، گفتن فاطمه آیا تو دوست نداری که مردم گویند که دختر پیغمبر خدا در گردنش زولانه از زولانه های دوزخ آویزان کرده است؟ روایت چی است؟ ایسرک ان تقول الناس ابنة رسول الله فی یدها سلسله من نار. فاطمه دوست می‌داری که مردم گویند که دختر پیغمبر است و در دستش زنجیر از زنجیرهای دوزخ است؟ همین دوست می‌داری که اگر تو دختری من باشی این برای تو در کار نیست.